سلام بچه ها، به کانال آریاس خوش اومدین. من یاسمنم. منم آرمانم. و امروز اینجاییم که یه ویدیو باحال با هم داشته باشیم. چیزایی که دخترها میدونن ولی پسرها نمیدونن. من وسایل رو دونه دونه بهش نشون میدم ببینیم کدومو میشناسه کدومو نمیشناسه. یه مجازات هم بچه من مجازات رو قبول ندارم. هر ویدیویی که من نشستم بگیرم تو گفتی مجازات بگیریم. نمیخوای مجازات داشته باشی؟ خب چند تا مجازات؟ حالا 2 تا ویدیو گرفتیم جفتش هم من مجازات تعیین شده برام. میخوای من مجازات شم؟ بدون مجازات ویدیو ادامه بده بریم. هر کدومو بلد بودی من مجازات میشم. در این حد سخته. شوخی میکنم. باشه این ویدیو بدون مجازاته. بریم که داشته باشیم. خب این چیه؟ ببینم. ماکت برج آزادیه. نه این وسیله است. آره. یعنی چی کار میکنه؟ با برق کار میکنه. آره این به برق زده میشه. فکر کنم این وسیله ناخنکاری باشه. نه نیست؟ نه شبیهشه ولی اشتباه گفت. چون من فکر کردم این دستگاه یووی که تو ناخنکاری خشک میکنه شبیه این باشه. ولی اون نمیدونم چیه. این ورش که شبیه رنده است، بالاش هم به چیزی هست. ببین نورش یووی نیست خب ولی یه نوریه. برای چی استفاده میشه اون نور؟ خب بجز یکم سخته دیگه. بجز خشک کردن ناخن ما برای چیز دیگه ای هم لازم داریم این نورو. آره. نور یووی نیست میگم دیگه، یه نور دیگه است برای پاکسازی و جوانسازی صورت. این چیزا روی صورت قرار میگیره، دراز میکشی. مراحل رو که انجام میدن یکی از مراحل اینه، مراحل پاکسازی. اینو میذارن نوره میخوره قشنگ پوستتو حال میاره. دقیق نمیدونم این نور چی کار میکنه ولی جوانسازی و پاکسازی کارش. بچه من اولیو نمیدونستم، اونایی که میدونستن تو کامنت ها بنویسن. آره هر کدومی که نشون میدم شما بریم. آره پسرای کانالمون بنویسن که اینو میدونستن یا نه. بعضیاشو شاید دخترام ندونن. این سخت بود. شاید دخترام فکر میکردن یووی. حالا چالش های بعدی جبران میکنم من، نگران نباش. باش. خب بریم بعدی. این چیه؟ وات؟ قاشق نیست یعنی؟ نه گرده، گویه. نمیدونم چیه. یه چیزی هم هست که اونو نمیخوام بسوزونم. نمیخوام بگم این کاپ قاعدگیه. اون نیست. اونو کلا نذاشتم چون ببینم همه عکس‌ها اینجوریه. چیزی هست که من بدونم. اینم مربوط به پاکسازیه. مربوط به پاکسازیه. آره. اینجوری میکشی رو صورت. نه چی میشه؟ میکشی رو صورت. این چسبناکه اون گویی که هست. نه چسبناک نیست، سرده. منافذو میبنده پس. آفرین. نه با راهنمایی من میتونم حدس بزنم. بدون راهنمایی آخه اینو چیه؟ چجوری میشه حدس زد؟ واقعا بدون راهنمایی شما میتونستی اینو حدس بزنی؟ ماسک و اینا که میزنن اینو اینجوری میکشن رو صورت قشنگ منافذ بسته بشه دیگه. ماسکا که جذب شد اینا آخر سر. اینم بگم پس یه مدل بستن منافذ دیگه ای داریم. یه دستگاه بخاره، درست میگم، که توی این دستگاه بخار 2 حالت داره. یکیش بخار گرمه که این منافذ رو باز میکنه برای پاکسازی. بعد از پاکسازی بخار سرد میزنه به صورت که بیاد این منافذ رو ببنده. دقیقاً. آفرین خوب یاد گرفتی درستو. اون عکس‌ها رو بلد نیستم ولی آره اون بخار سرد اینم گویه سرده. دقیقاً کار همون انجام میده. درسته. بریم بعدی. این چیه؟ باز شروع شد. خیلی سخته. اینم نمیتونی بگی. رژ لب برقی؟ نه. شوکره؟ شاید. خب این چی میتونه باشه؟ همه چی میتونه باشه. این مداد تراش برقیه؟ نه. مداد ابرو، مداد چی اونم؟ نه ببین انقدیه. آها سایزش بزرگه چون تو عکس یه جور دیده میشه که انگار کوچیکه. سایزش اونقدی باشه. 1 2 3 تا دکمه داره با یه دونه نمایشگر. مربوط میشه. به موهات مربوط میشه. نمیدونم. خسته نباشی. خب
این فر کننده موه. چجوری فر میکنه؟ موهاتو میذاری داخلش فر میشه موها؟ اینو میگیری اینجا، خودش مکش داره، میکشه داخل فر میکنه، میکشی بیرون، میره مو میره داخلش، اینجوری فر میشه میاد بیرون. چه وسیله جالبی. آره خیلی هم چی میگن، خیلی هم کیف میده چون مو رو نمیبینی داخل، در میاری یا ببینی فر شد. آنباکسینگ هم داره توش. این دکمه هاش چی کار میکنن؟ همون دکمه‌اش روشن میشه، گرم میشه، نمیدونم استفاده نکردم. خودش هم نمیدونه، یعنی این چیزی که به من نشون میده خودش هم بلد نیست. دستگاه فر کننده موه، تا حالا باش کار نکردم، با این دستگاه تا حالا کار نکردم. میدونی چنده؟ بعدی بیا. این یه کرمیه. آها. خب دیگه یه کرمیه دیگه. کرم نیست. خب یه کرمیه که میزنن دیگه به یه جایی. کرم نیست. ماسکه. نزدیک شدی. ببین ماسک نیست. یکم بیشتر تو دور. میگم ماسک، میگه نزدیک شدی، بعد میگه ماسک نیست. خب چیه که من نزدیک شدم؟ جزو همین وسیله های پاکسازیه. این هم جزو وسیله های ماسک پاکسازی صورت نیست. ماسک ببین اینا که موها رو میکنن از اینا نیست. نه اونا که ماسک نیستن، اون وکسه. خب وکسه. خب ماسک یه چیزی به پوستت میرسونه، مثلا نرم میکنه، شفاف میکنه، چه میدونم کلی کار رو انجام میده، خب روشن کننده و اینا. ولی یه چیز دیگه هست که لایه برداری میکنه، این اونه. اون دیگه اسمش خب من گفتم ماسک دیگه. ماسک نیست، اونی که لایه برداری میکنه اسمش یه چیز دیگه است. چیه؟ اسکراب. عمرن اگه میدونستی. میدونن این اسکراب بدنه، همه میدونن. این ویدیوهای آزار منه، یعنی ما میشینیم این ویدیو رو میگیریم که از آزار من ریاکت بگیریم. آره از ندانستن های خیلی چیزای سختی انتخاب کردی. اشکال نه، بعضیاشون یه دونه آسون گذاشتم. میدونی یه سریاشون تکراری بود، مثلا کاپ قاعدگی و دیگه انقدر تو یوتیوب دیدی. آره. دیگه اونو نذاشتم. من خیلی وقت ندیدم، البته میذاشتی اونم نمیفهمیدم. آره اون دومی بود فکر کنم که نشون دادی، فکر کردم کاپ قاعدگیه. نه اصلا اون هیچ ربطی نداره. عکسای سختی هم انتخاب کردی دیگه، کاریه که از دستم برمیومد بچه. بریم بعدی. این چیه؟ خب شبیه اسپیکر بلوتوسیه، ولی مطمئنا اگه همچین چیزی بود نمیذاشتی تو عکس، چون اینم از وسایلی که بالاخره دخترها استفاده میکنن. اینم به پاکسازی مربوط میشه. این همون بخار است که گفتم ها، یک گازی از توش در میاد. آفرین. اصلا همین هاشتویی که زیرش نوشته تقلب نرسوند. بده بعد عکس رو از اینجا بهت نشون بدم. خب یه لحظه وایسا، من یه اعتراضی دارم. الان اگه یه دستگاه بخار رو واقعا میخواد نشون بده، چرا این عکس که شبیه اسپیکر بلوتوسیه؟ خب یه عکس دیگه که از توش میگم ویدیوها سری آزارن. حالا خب بریم بعدی، منم قراره ویدیو بگیرم. بگو ببینم چیه حالا که فهمیدی. بریم بعدی. از اونایی که از توش بخار در میاد اسمش اونه. بخور سرد. بخور سرد اسمش. این همون دستگاه هست. کدوم؟ همونی که موها رو میذاری فر میکنه. خب این چیه؟ قابلمه. من از اینا تو بچگی داشتم که میبردیم مدرسه، اینجوری رنگی رنگی هم بود، چند تا طبقه داشت، توش غذا میذاشتیم، تو یکیش مثلا از یه نوع غذا، تو یکیش میوه میذاشتیم. از همونا نیست؟ نه از اونا نیست، بزرگ شدیم یه کار دیگه باش میکنیم. این میتونه هر چیزی باشه آخه. ببین الان این داخلش دیده میشه. دیده باشین، باید دیده باشی تا بدونی، ندیده باشی نمیدونی. ولی میتونم راهنمایی کنم. خب بچه‌ها این اصلا چی میتونه باشه؟ پسرها باز کامنت کنن که واقعی کامنت کنین و اگه بلد بودین بنویسین که بلد بودم. تقلب بکنین من میفهمم. از کجا؟
حالا من میفهمم خونتون دوربین گذاشتین بچه ها. ولی این خب میتونه هر چیزی باشه. جنسش سیلیکونه، حرارت داره. حرارت داره. یه چیزی رو آب میکنه. آها فکر کنم یه سری باز اسمشو نمیدونم ماسک وکس چیه که دکمه‌ایه میندازی داخل این آب میشه که بعد اونو میمالی رو صورتت، بعد اینجوری میکنی موها کنده میشن. این دستگاه ذوب کننده همونه. آره من از اینا دیدم اصلا این شکلی نیست، یعنی عکسای سختی آورده که عمدن نتونم حدس بزنم. اون دستگاهو می آورد من میدونستم که اونه. آره در و دیوار رو نگاه کن. ویدیو بعدی من انتقام این قسمت رو خواهم گرفت. چه تابلو خوشگلی. واقعا هم تابلومون خیلی خوشگله. بچه‌ها راجع به دکورمون نظر بدین که دوست دارین چجوریه. آره نظر بده. اینو من انتخاب کردم، بگیم ببینم سلیقه‌م چطوره. آره و اینکه این تابلوها یه مدل خاصش هم هستن که این داخلش یه سری چراغ کار شده که میشه ببندیمش. حالا من امتحانی بخوام نشون بدم اینجوریه. باحاله. دوستش دارم. بریم بعدی. خب اینو خودم هم یادم نیست چیه. ببین چی برام آورده. آها یادم اومد. بیا. تبسنج دیجیتاله. نه ولی یه چیز دیجیتال پیشرفته خیلی سخت. این از همون تبسنجاست که دکترها اینجوری مثل تفنگ نیست. به خانوما مربوط میشه. صدا هم داره میگه لیزره. دستگاه لیزر. میدونی از کجاش فهمیدم؟ این عکس سریایی که کنارش گذاشته. این عکسایی که کنارش گذاشته سریاشه. بعد این ذهنم رسید که لیزرها بودن که سریاشون عوض میشدن. از اونجا متوجه شدم که داستان اینه. آره این دستگاه لیزر خانگیه. یعنی هی سریا رو عوض میکنی، برای هر قسمت بدن یکیشو باید بذاری. خب بریم بعدی. این چیه؟ اینا مرد. این هم میتونه هر چیزی باشه. برچسبه؟ نه. این جذب کننده مایعاته. جذب میکنه بله. اگه جذب کننده مایعات باشه یه جور اون نیست. چیه پس؟ در یک قسمت دیگر بدن استفاده میشه و آقایون هم میتونن استفاده کنن. سخت شد. پسرها از اینا استفاده میکنی شما؟ یه چیزایی راجع بهتون میشنوم. چیه نمیدونم. این پد چیزه توی زیر بغل میذارن که عرق رو جذب میکنه از لباس. اینو برای من ساختن. از لباس نزنه بیرون. اینو پشتش که میچسبه. اینو برای من ساختن. من تو زمستون بدون هیچ فعالیتی فکر کن نشستم. هیچ فعالیتی ندارم. هیچی. اصلا هوا هم خنک، همه چی عالی. از درون آره می جوشه.